روایت از یک درد بزرگ. بگذار نسل‌های بعدی ما بدانند. 15 آگوست سال 2021، سالی که یک ملت با تمام ناامیدی و دست پاچگی اشک ریخت، اشک اسیری و اشک که از دست دادن یک عمر تلاش ها و زحمات. کابل، پایتخت افغانستان، دقیق در تاریخ 15 آگوست 2021 به دست طالبان سقوط کرد و یک حکومت 20 ساله با تمام دستاوردهایش نابود و سرنگون شد. من در سال 1400 یک شرکت خصوصی تجارتی را در کابل آغاز کردم و خود را از دولت و کارهای دولتی دور ساخته بودم و در کنارم چند جوان دیگر نیز در این شرکت مصروف کار بود و با کار و فعالیت در شرکت خرج و مصارف خانواده خود را پیدا می کردم و همه ما امید داشتیم که روزی برسد این شرکت بزرگ شود تا بتوانیم ده‌ها جوان دیگر را نیز شامل کار نماییم و آنها را از بیکاری نجات بدهیم. من مانند هر روز صبح وقت از خانه بیرون می شدم و خانم سمت شرق کابل بود، ولی دفتر کاری ما در غرب کابل. معمولاً چای صبح را در دفتر می خوردیم. آن روز که کابل سقوط کرد، من خیلی صبح وقت از خانه بیرون شدم و طرف دفتر آمدم. طبق هر روز چای ماندیم و ساعتهای 8 بجه خوردیم. بچه ها که تعدادشان دفتر آمده بودند وظیفه دادیم که در ساحه برای فرمایشات برود. ولی در آن ساعت یکی از همسایه ها دفتر ما که خودشان نیز دفتر داشتند با سراسیمه طرف دفتر آمد و ماهواره و تلویزیون را جمع کرد. همه ما با حیرت پرسیدیم که برادر خیرت باشد، چی گپ است؟ نیکی کوچ میکنی از مارکت؟ با ترس و وحشت گفت طالبان کابل را امروز میگیرد. ما باور نکردیم و با خود گفتیم که کابل سقوط نخواهد کرد، چون تمام هسته دولت و نظام در کابل است. ولی دفتر شرکت تجارتی با دفتر الحاق ملی افغانستان یک جا بود و ما هم با چاپ بنرها در دیوارهای دفتر از جریان فعالیت‌های اعضای الحاق ملی افغانستان در دفتر را تزیین کرده بودیم، ولی با ترس آنها را جمع کردیم و در گدام شرکت پنهان کردیم. رفتم بیرون از مارکت، دیدم که مردم زیاد بالا و پایین می رود، ولی بسیار سراسیمه هستند. انگار که طالب در ساحات قلعه نو دشت برچی رسیده است. با یکی از همکارانم که آن روز نیامده بود و خانه‌اش در ساحه کوه 40 دختران نزدیک به قلعه حیدرخان کابل بود تماس گرفتم، ولی تلفن رخ نمی کند. بالاخره موفق شدم که همراهش رخ شوم و جویای اوضاع شوم، ولی او گفت کدام گپی نیست، مردم ناحق سراسیمه شدند و انشالله کدام گپی نیست. از خانه برایم بار تماس می آمد و می گفت بیا خانه که وضعیت خراب است. ساعتهای 11 بجه روز بود که تانک‌های عامه اردوی ملی در سرک دشت برچی با صداهای بلند مانند روزهای قبلی که یگان جنگ یا انفجار در یک ساحه می شد، نیروهای امنیتی به شدت طرف ساحه می رفتند. امروز نیز همان قسم طرف ساحه پلیس سوخته روان بودند. گویا جنگ شدید طرف ساحات دارلمان، کارتی چهار یا پلیس سوخته و کوته سنگی است. من رفتم از بولانی فروشی چند دانه بولانی گرفتم و در دفتر تنها مانده بودم
و آن را خوردم و با خود گفتم که امروز کار هم نیست و وضعیت مردم هم خوب نیست. همه نگران و ورخطا هستند. طرف خانه بروم. ساعتهای 1 بجه بود که طرف خانه حرکت کردم. در سرک نفر محدود دیده می شد. گفتم شاید مردم بیرون نشده به خاطر اوضاع امنیتی. در ساحه حوزه 13 رسیدم که حوزه آرامی است، ولی هیچ پلیس در اطراف خانه حوزه دیده نمی شود. با خود گفتم حتما چاشت است و هوا گرم، بیرون نشدم. ولی در ساحه اونچی باغبانان رسیدم. آنجا یک پسته کلیدی حوزه 13 و 18 پلیس بود و همیشه چک پاین ها در آنجا از هر دو طرف رفت و آمد صورت می گرفت. ولی امروز یک پلیس هم دیده نمی شد. فقط 4 نفر از بچه های سازمان فدایان رهبر را آنجا دیدم که موترها را راهنمایی می کردند. اما دلم وحشت گرفت و گفتم شاید از پلیس سوخته و او طرف همه چی فعال است و انشالله کدام گپی نیست. ولی در پلیس سوخته رسیدم که بدتر از برچی بود. برچی مردم سراسیمه هستند و موتر یافت نمی شود. رفتم کوته سنگی، دیدم انبوهی از مردم انتظار موتر را دارند، ولی موتر وجود نداشت. همه جا وحشت بود و شهر بی پلیس شهر وحشت است. ناگهان یک موتر مرسدس آمد که با خود از طرف کمپانی سواری آورده بود و ما هم تلاش کردیم که خود را به این موتر برسانیم و سوار شدیم. داخل موتر افراد جالب بود. موهای ژولیده و دراز، چشمهای سرمه. مردم در موتر گپ از سقوط میزد و سخت جگرخون بودند و در چشمهای همه اشک و ناامیدی دیده میشد. من در چوکی وسط نشسته بودم. در کنارم 2 نفر از همان موهای دراز و ژولیده نشسته بود. ولی در پیش روی من 2 جوان با سر و صورت پر از خاک نشسته بود. با خود گفتم این چرا اینقدر پر از خاک و رنگ پریده است؟ خب پرسیده نتوانستم، ولی یکی از آنها رویش طرف من کرد. گفت تازه از جنگ آمدیم و برای ما دستور داده شد که مهمات و تجهیزات را به مرکز بیاورید. ما با هزاران مشکلات گشنه و تشنه به خاطر عشق وطن و ایمانداری و سوگند که خورده بودیم تا از مال، دولت و ناموس وطن دفاع کنیم. تمام تجهیزات را آوردیم که به دولت مرکزی تسلیم بدهیم. اما زمانی که در مرکز جلب و جذب و جمع آوری تجهیزات اردو رفتیم که طالبان نشسته و همه وسایل را تسلیم گرفتند. با شنیدن این حرف سخت دلم بغض گرفت و گریم را کنترل نتوانستم. اما آن 2 جوان پنهانی گریه میکرد. بالاخره در ساحه دهمزنگ کابل رسیدیم که موتربان گفت برادران دیگر اجازه نمیدهد و شما را همینجا پایین میکنیم. مردم به مجبوری پایین شد، ولی دهمزنگ وحشت بیشتر شد. همه راه به سوی شهر برای موتر بند بود. پیاده حرکت کردیم. در پیش روی باغ وحش که کابل رسیدیم که با وحشت ناکترین وضعیت روبرو شدیم. زندانه های پلچرخی با بدترین وضعیت در راه آمدند. کم هم نبود، انگار تمام کابل در زندان بوده. زندانی هایی را دیدم که موهای دراز و نامنظم، پاچه های بلند بود. واه که چقدر دردناک بود. موترهای لنجر را می دیدیم که طالبان در سرک با تایرهای پنچر می دواند و خوشحالی می کند. زندانی هایی که 10 انسان را کشتند آن روز از زندان آزاد شدند و خوشحالی می کردند. من با آن 2 جوان اردوی ملی زار می گرستیم و همدیگر را دلداری می دادیم. در ساحه پل آرتل که رسیدیم بین انبوه زندانی ها با هم
خداحافظی کردیم و گریستیم. هر اندازه طرف شهر نزدیک می شدم با طالبان در چهارراهی ها سر می خوردم، ولی با یک وضعیت خراب. خود را به خانه رساندم که همه نگران بود، ولی نگران تر از آن این بود که یکی از اعضای فامیل ما در پکتیا در بخش صحیح اردوی ملی وظیفه داشت، ولی همه قرارگاه اسیر مانده بودند. خرد و بزرگ دعا می کردیم که خدایا تو کمک کن، ولی همان روز آن هم تسلیم شدند و آنها را آزاد کردند. بدترین و سیاه‌ترین روز زندگی من بود که در تاریخ عمرم دیدم و مواجه شدم. من 16 سال درس خواندم و 10 سال بیشتر در ساحه‌های مختلف کار و فعالیت کردم، ولی همه‌شان در اقیانوس عمیق و بی پایان غرق گردید. مهدی بشری، 3 جنوری 2024 تهران.